بچه امروز میخوام یه تاکتیک توی کامپیوتر بهتون یاد بدم. زمانی که میرید توی تاتمی کامپیوتر میکنید ضرورتی نداره که همتون برید بالا تپ تپ دو تا جودان بزنید بخواد بیاد بیرون. من خودم زمانی که فایتر بودم جودان زن خوبی نبودم. نه اینکه نتونم جودان بزنم. اینجوری نبود که جودان را دستم باشه فرتی پامو بیارم بالا بزنم وازاری بگیرم. من اونجا که یادمه هرچی گل کردم یا وازاری گرفتم از شیتاسوکی و ماوشی گدان بوده. خب ولی برای اینکه بتونید از این تکنیکا بتونید که وازاری بگیرید نکتهش اینه که یه جا رو بگیرید. اگه من میخوام از گدان وازاری بگیرم یه پاشو بگیرم گدان بزنم. میزنم دو تا سوکی یه دونه گدان میریم. دو تا شیتا گدان تو سوکی گدان تو. اینقدر این پاشو میزنم تو و بیرون این پاشو اینقدر میزنم تا از همین پا این پا بشه. نگید که الان که حریف کیسه باکس نیست با نمیسته. میدونم حریف ممکنه سلوکه کنه ممکنه حریف بکشه عقب جواب بده ولی تمرکز من اینه از هر 4 تایی که پا میره سمت این پاش اگه یه دونش دو تا سه تاش بخوره کافیه که از هر سوکی که من میزنم یه دونه پا. ممارست روی یک پا حالا فرق نمیکنه ما باشی که داره هر چیه. وقتی که یک پا رو تمرکز کنید سر دلش تمرکز کنید چیتا بزنید کجا رفتید؟ سر دلش برا بکن سر دلش رو تمرکز کنید بزنید چیتا مثلا هیزاگری یا تمرکز روی یک نقطه باعث میشه حریفتون از همون نقطه یا ایپون بشه یا بازاری بشه. آس